زمانی که مشغول طراحی هستیم، اغلب به صورت پیش‌فرض از یک محور عمودی برای سازماندهی و اتصال اطلاعات استفاده می‌کنیم. اما تا به حال به این فکر کرده اید که یک خط مورب می‌تواند جریان ترکیب بندی شما را بسیار پویاتر کند؟ این تکنیک همان چیزی است که به عنوان ترکیب بندی خطری یا دیاگونال کامپوزیشن شناخته می شود. در هر صفحه طراحی با اتصال دو گوشه‌ای که مجاور نیستند، یک خط مورب به دست می آید. از آنجایی که این خط سطح طرح را دقیقاً به دو بخش متعادل تقسیم می کند، قرار دادن عناصر در طول آن حس عدم توازن ایجاد نمی کند. البته نیازی نیست همیشه یک خط مورب را به معنای واقعی کلمه ترسیم کنید تا از این روش استفاده کرده باشید. در یک فضای بصری پر از داده‌های مشابه، کافی است دو عنصر متمایز را در گوشه‌های متقابل قرار دهید تا یک خط نامرئی ایجاد شود که انسجام کلی طرح را حفظ می‌کند. ترکیب بندی قطری در طراحی‌هایی که بر تصویر مبتنی هستند نیز کاربرد دارد، اما لازمه آن بافت مناسب است. یک عکس کج شده می‌تواند به طرح انرژی و حرکت ببخشد. با این حال به همان سرعت می‌تواند باعث عدم تعادل نیز بشود. لذا کنترل دقیق هم زاویه شیب و هم سوژه اصلی ضروری است. اما چرا خلاقیت را محدود کنیم؟ می‌توان این ایده را فراتر برد، زیرا حتی متن نیز قابلیت شیبدار شدن دارد.